نسبت سحر و جادو یک دو سخن میگفتید که میشنویم فلان را جادو کردن، فلان را کارش بستن، باز میگویند که مخصوص آدم‌هایی هستند که این کارو البته در این باب خب تا چی اندازه این سخن‌ها راستند و اسلام و شریعت نسبت این گونه آدم‌ها چی عقیده دارند. ایره یک جمعه انشالله در این باب سخن میکنیم. این البته که فهماندن یا شرح دادن وسیع‌تر که شما خوبتر بفهمید. جادو، سحر جادو هستین، این در این شک نیست، این علم هست، ایره استفاده میکنن جادوگران، تاثیر جادو هم هست، سحر هم هست. اما ما به شما راههایش نشون میدیم انشاءالله یگان جمعه که هر چقدر جادوگری کردن بگیرن به شما یگان ذره فایده هم نداره، کار هم نمیکنه. اما حکم جادو در اسلام همین است که جادوگر یقینا به حجت بدانه که فلان جادو کرد، فلان به جادو کشت، حکم او هم قتل است، حکمش یک ضربه شمشیر است، یک ضربه همون گردن شد، تمام. جادوگر حکمش همون است. حالا که جادوگر ساحل خودش مسلمان نیست، او کسی که کار میکنه مسلمان است و کافر است جادوگر، چون که چی از شیطان سجده میکنه، نعوذ بالله، قرآن به احترام میکنه. برای جادوگر شدن ساحل شدن در قدم یکم کافر شدن در کار. او یکی مثلا مسلمان و نمازخوان باشه جادو پادو میکنه و فایده نداره چون مسلمان است. او جادو همون وقتی جادوش میبره سحرش درست میشه که در قدم یکم باید که کافر شد، بیدین شود. وقتی که بیدین شد، کافر شد، نعوذ بالله، شیطان از سجده که کرد، بنده شیطان کشید، بعد شیطان با او یاردم میده. اما این موقتی چندی هست، با همون جین هایی که او کارشون میفرمانه خود شخیل دیوانه کرده نابودش میکنن. حتی در صارم البطال کتاب است، دویم کتاب وقایت الانسان من شیاطین و جن، دو کتابی هستن که عبدالسلام بالی این کتابش ثبت کردگی هست. تمام دنیا در استفاده میکنن بر ضد سحر جادو. یک مرد خوجندی هم ابو علام‌الدین بود که بود به تاجیکی هم ترجمه کردگی است، یک حصه‌اش از او استفاده کردن بسیار نافع است و خوب است. در این باب انشاءالله یگان جمعه سخن میکنیم. یو گردگی جوابشون گردگی همش. خب از همه ده یعنی که سوره آیت الکرسی خوندن برای رد اینها نفع دارد و دیگر همین که علامت هاش هم در این باب در همون قتل انسان و صارم البطار هم آوردگی هست که البته این کار حرام است، بیدین است، اما امروزه مثال همین کار آشکارا کرده ایستادن. در بسیار جاها شنیده میشد فلانی میکند، بهمدانی همین کار میکند، همه مردم رو با او مخصوص ثروتمندا و وظیفه‌دارای کار سر کار دارن پیش میروند، نغمه و نغمات بسیار میکنن که این فایده ای ندارد. اما اسلام اگر جاری باشد حکمی را گفتیم که یک ضربه هست. اسلام جادوگر حکمش کافر کردگی است، او طاعت عبادتش هم قبول نیست، چون که در یک مسلمان بدی میخواد، ضرر میخواد. با بعضی در جاها در دوشنبه هم بعضی یک جا مهمون شدیم، در یک قریب دامده همین زن و مرد که اوچیرت استودگی 60-70 نفر استودگی هست. چی گپای در اینجا یک فولبینه، چی گپای در اینجا یک جادوگر هست. سر راهی او را باید که البته که همون حکومت بگیره، سر راهی او را ما هیچ حقوقی نداریم، سر راهی او هم باید بگیرن که اون همه نیرنگ و فریب است که مردم برای فریب کشیده است. هزارها خانه را ویران کردگی هستند. با پیش یک تشکیل برای فال دیدن مخصوص زنهای گمراه به این کار سر کار دارن، با پیش یک حتما میگه که یا خیش کردگیه یا که یک همسویت کردگیه، بخوای نخوای یا یکون خیش قطعی ناسازی یا همسویت قطعی ناسازی در از همون ببینن. بانی ها ناسازی، نافهمی، جنگ، جنجال، کشمکش، عاقبت زندگی چندین آدم ها از پیش اینها ویران می شود که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هم در این با فرمودگی است که کسی که به کاهین باور میکند به آن چیزی که او کهانت کردگی هست، او به تحقیق چی است؟ کافر شده است و آن چیزی که خداوند با محمد صلی الله علیه وسلم فرستادگی است. یا کند تصدیق قول فالبین یا کند دشنام رب العالمین. گناهش به همون منزله هست که گویا که خداوند جل جلاله را دشنام دادگی هست. خداوند که دشنام تا بیدین می شود، فالبین و جادوگر به همون منزله هست. اما اینها را باید که سری راهشون بگیرن. اما این فالبین و بینک و جادوگر در کدام زمان جاری میشه؟ در همون زمان اینها زیاد میشون که مردم از علم خراب شود، دور بمونن.
وقتی که خلق از قرآن دور موند، از احادیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دور موند، بعد در جامعه چیش نادانها و جاهلا و بیسوادا به بالای کار برآمدن، امام مردم شدن این جاهلا و نادانها. بعدا این چیزها رواج میگیرند یا خرافات ها زیاد میشد. خرافات هایی که در اسلام نیست، در شریعت نیست، امروز او را آورده در شریعت چسباندگی هستند. و مثل بعضی معرکه ها و بعضی رفتارها و کارهای هست که اونها از اسلام نیست، اونها را اسلام امر کردگی نیست، اما او را آورده در اسلام چسباندگی هستند. اینها در زمان زیاد میشوند که مردم از علم قرآن و حدیث، از صحبت علما و صالحات دور بمانند. وقتی که دور ماندن این بلاها پیدا میشوند. حالا آنکه تقدیر نیکی و بدی همه از خداست. ما و شما میگیم که ایمان آوردیم به تقدیر نیکی و بدی همه از خداست عزوجل. گر رنج پیش توی دیگر راحت حکیم، نسبت به غیر مکن که اینها خدا کند. اما در مسئله زندگی باشد راههای اون هست. در باب احترام زن شوهرش، در باب شوهر احترام کردن زنش جمعه ها گذشتگی از هفته هم در این باب هستند. همون خیلی اگر احترام کنند، همون خیلی مرد زن موافق قرآن و حدیث عمل کنند، هیچگاه زندگانی اونها ویران نمیشود، هیچگاه در بین زندگانی اونها خلل هم پیدا نمیشود. وقتی که دور شدن، وقتی که شوهرش 40 سال با او زن میخرانه میپشونه، خدمتش میکنه، گپ شوهرش موندگی گپ یک جوگی طلبنده قدیره هر میگیره و فول میبینه، گپی را باور میکنه. چی انصاف هستی؟ مخصوص همون زنها و مادرهایی که به همین باور دارن، این چی انصاف و آدمگری هست که اون مرد بیچاره 40 سال تو را میخرانه میپشونه، از او چند دختر و پسر داری خانه تو را آباد کردگی است، به خاطر تشنه خودش دوزخی میکنه، دروغ میگه، دزدی میکنه، تو گپی را باور نمیکنی که به نفع تو گپ بزنه، گپ یک فولبین یک جوگی قدر عبدگی را باور میکنی، گپی را تصدیق میکنی. از دینت به دین میشه، از ایمانت خلاص میشه اگر به این کار به این رفتار داشته باشی. اما اون انسانی که به همین ها باور میکنه و رفتار دارد، عمری که دارد در قشاقی و فقیری و زندگی خوب و آرام هیچگاه نمیبیند. این همین چیز خوب شما بفهمید که همون انسانی که به همین فالبین و جادوگر و بینو کمی باور دارد، رفتار میکند، هیچگاه او زندگی آرام و خوب نمیبیند، هیچگاه او از فقیری و قشاقش نمیبراید. وقتی که به اینها باور کنند، به اینها رفتار کنند. در این باب، در باب برکات، ما و شما رو به قرآن بیاریم، رو به حدیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بیاریم که پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگه هر کسی که از صبح تمنع رزق، خواب سحر رزق منع میکنه، سحر از خوابت بر وقت بخیز، سنت نماز بامداد در خانت بخون، پای به طهارت قدم زدن مسجد بیا، در مسجد فرض نماز بامداد به جماعت بخون، از خدا رزق روزی طلب کن، طلب حلال بکن، بعدا از پی کارت بشه. اگر کسی که رفتار داشته باشد، هیچگاه او فقیری و قشاقی را نمیبیند. و یا اینکه حدیث های رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در این باب زیاد هستند، اما نه بامداد بخونه، نه مسجد بیاید، نه در جماعت اشتراک بکنه، نه طهارت کنه، نه به یک صحبت عالم صالح همنشین باشد، او از کجا برکت می‌یابد؟ در کسبش دروغ بگه، چندین مسلمان ها را در سوداش فریب کنه، بعد او از کجا برکت می‌یابد؟ یا پول بتا و پول بگیره بر ریبا و به حرام طریقتی، از کجا او از کسب کارش بعدا برکت می‌یابد؟ راه برکت دیگر است، برای جادو و بینه که فالبین قطعی ایره یافته.